سلام، با من داشتیم بریم پارک ارم. امروز خیلی یهویی تصمیم گرفتم که مامانم وردارم دوتایی با هم پاشیم بریم پارک ارم. طبق معمول یه تیپ معمولی زدم و بزن که بریم. نکم زدم. من آمادم. و اینم از مامانم. بعدش اسنپ گرفتم به سمت ارم. خدا رو شکر خیابونا هم زیاد شلوغ نبود. سلام. بریم شهربازی 2-3. اولش یاد دادم بوس بفرستم. اولین چیزی که سوار شدیم چرخ فلک بود. خیلی هیجان انگیز نیست، آرام داریم ولی خدای هیجان انگیز بود. بعدش هم اومدیم وسیله که اسمشو نمیدونم و سوار شدیم و یه چیزی خوردیم و رفتیم به سمت سینما حفادی. قیمت هم انتهای ولاگ براتون گذاشتم. قسمت هیجان انگیز ستاره گردون. انقدر صف این شلوغ بود که نگم. غلط کردم. بالاخره بعد از کلی انتظار نوبتمون شد و رفتیم سوار شدیم. من یه مامان شجاعم، همه ترسیدن، من یکی نترسیدم. بعد از 3 ساعت گشتن برگشتیم. بای بای. اینم از هزینه شهربازی.